این نوبت با فعالان و ساکنان جماعت شهرک میرزا ترسونزاده ناحیه شهر نو دایر به موضوعهای پیشگیری گرویدن جوانان به حزب و حرکت‌های گوناگون تروریستی و اکستریمیستی، توزیع آزاده نگاه داشتن محل، استفاده ثمرناک زمین‌های نزدی حولگی، شرایط مساعد فراهم آوردن برای علم آموزی فرزندان و تربیت درست و به راه راست هدایت نمودن آنها صحبت‌ها انجام داده شد. همزمان وابسته به اعلان گردیدن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی اندیشه‌رانی گردیده از ساکنان رعایت طلبات‌های در قانون‌ها درج گردیده، به خصوص قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان طلب کرده شد. اصلا مردم نسبت این قانون علاقه درک کرده ایستاده‌اند که این مرکه‌هایی که زیاده روی شده ایستاده است ضرر منفی خودی همون اویله میباشد که علاقه مردم همین چیز رو همین قانون رو درک کردند، مرحله به مرحله پیش راه این قانون شکنی ها رو در یک جایگی با تمام مقامات های قدرتی در یک جایگی پیشگیری کرده ایستاده ایم. قبول گردیدن این قانون‌ها و رعایت طلبات‌های آن از جانب شهروندان برای بهتر نمودن زندگی اهالی و حفظ حقوق و منفعت‌های جامعه، تامین صلح و آسایشتگی، صاحب استقلالی و یگانگی مملکت مساعدت می‌کند. بعضن پدران، بعضن مادرها و فرزندان شاید هم تو ناموس لازم فلان حاجی فقط در این محله ما تنها ماندیم. خب مجبور میشود فرزند بیچاره با وجودی که پیشوای معظم ملت تاکید کردند که در مهاجرت پول را با لیمچه جمع کرده فرزندای شما نمیارن، با زحمت و عذاب و از نزد فرزندکان و زنش دور رفته پدر و مادر یک جبر به بالای فرزند خود باید نکند که خود قرآن میگه لا اکراه فی الدین، در دین البته اکراه مشکلی مشقت کردن بالای کسی جایز نیست. برای همین خواهش میکردیم از پدران که حج در تمام عمر یک مرتبه فرض است، باقی به اغنیا یک مرتبه. کسی که پولش نباشد در نصاب نرسد خب برای او یک مرتبه هم فرض نیست، چون که او غنی حساب نمی شود. از آنه که 2 بار 3 بار یا که حج عمره می روند که برای اونها نه فرض است نه سنت است نه دیگر چیز، همان مبلغ رو در آبادی وطن، میهن، در ساختن پل، در بنا کردن یک صنفخانه برای فرزندان که این صدقه جاریه است موافق احادیث پیغمبر علیه السلام، یا بنا کردن یک دخترخانه باشد، طبابتخانه باشد، و یا اینکه برای من همین ساختن راههایی که خود ما رفت و میکنیم، این صدقه جاریه است که تا قیامت ثوابش می رود. پیشگیری نمودن پوشیدن لباس‌های به فرهنگ ملت تاجیک بیگانه از جانب زنان، هدایت نمودن نسل نورس و جوان به راه وطن دوستی و میهن پرستی و به خدمت مادر وطن جلب نمودن آنها، جلب اهالی به کارهای سازندگی و بنیادکاری مسئله‌های دیگری بودند که در همایش بررسی کرده شدند. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، ناحیه شهر نو، اخبار.